بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با سلسله دروس تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما هستیم. بابی را که امروز میخوانیم این هم در باره قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم: ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یعنی قرآن کریم به 7 حرف نازل شده است. فقرأوا ما تیسر منه، به هر حرفی که آسان بغلطد برای شما به همان حرف قرآن را تلاوت نمایید. در اول 7 حرف چی هست؟ 7 حرف قرآن چی را میگویند؟ چگونه که معلوم است رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از قبیله قریش بودند و قرآن کریم در ابتدای امر، در ابتدای نزول به زبان قریشی ها نازل شد تا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت نمودند و سالهای 7 و 8 هجری دیگر قبایل عرب همگی رو به اسلام آوردند و تلاوت قرآن کریم میکردند. اما در این زمان برای هر یک قبیله عرب مشکل و دشوار بود که همگی برگردند به قرائت قبیله قریشی ها قرآن را تلاوت نمایند. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از الله عزوجل رخصت و تخفیف طلب نمود برای اینکه قرآن کریم را هر یک قبیله عرب به زبانی که دارد بتواند قرآن را تلاوت نماید. و الله عزوجل نیز این تخفیف و این اجازه را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدهد و در طول حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر یک قبیله به لهجه میخوانده خودشان قرآن را تلاوت مینمودند. مثلا اگر در قبیله قریش کلمه والضحی بگن، اما در دیگر قبیله عرب والضحی میگن. یا اینکه قول الله عزوجل که و ما انت بمؤمن لنا به همزه، در دیگر قبایل به چی میگن؟ به همزه میگن و ما انت بمؤمن لنا. همین گونه هر یک قبایل عرب لهجه و یا اینکه لغت خاصی خودشان داشتند که از یکدیگر یک کمی فرق می نمود. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از الله عزوجل طلب رخصت نمود، چون که امتش همگی در آن زمان امی بودند و قرائت و کتابت را اندکی از آنها می توانست. الله عزوجل اجازه داد که هر یک قبیله به لهجه و یا لغتی که دارند قرآن را تلاوت نمایند. تا اینکه روز حضرت عمر رضی الله عنه با یک صحابی در می افتند که قرآن را تلاوت نموده است که غیر قرائت هست که حضرت عمر از رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفته است. و این مرد را کشان به سوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میبرد و میفرماید که ای رسول خدا، این مرد قرآن را طور تلاوت نمود که آنگونه تو ما را تعلیم نداده بودی. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که کنی بخوان چگونه خواندی؟ وقتی که این صحابی همان گونه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفته است قرآن را تلاوت میکند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید بله، قرآن همین گونه نازل شد. سپس حضرت عمر را میگوید که تو بخوان. هنگامی که حضرت عمر تلاوت میکند به تلاوتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد شنیدن میگوید بله، این گونه قرآن کریم نازل شده است. یعنی هم اون قرائت اون مرد درست است، هم قرائت حضرت عمر درست است. از اینجا است که تلاوت قرآن کریم به 7 حرف اجازه است و درست است. و این روند تا زمان حضرت عثمان رضی الله عنه دوام می‌یابد، تا اینکه حضرت عثمان رضی الله عنه تمام قرآن را در یک مصحف، یعنی در یک کتاب جمع نموده و تنها به یک حرف، یعنی به لغت قریشی ها جمع می آوردش. چرا چنین میکند؟ چون که در آن زمان یک فتنه بزرگ به بار آمده بود که مردم می گفتند که قرآن من از قرآنی میخونده تو بهتر است، چون که این فرد به دیگر قرائت تعلیم قرآن گرفته است و فرد دیگری به دیگر قرائت و با یک دیگر در نزاع و
بحث قرار داشتند که قرآن میخونده من از قرآن میخونده تو بهتر است. این سبب شد که حضرت عثمان رضی الله عنه امر نمود که قرآن را به زبان و لهجه قریشی ها جمع آورند و میگوید که ما اختلفتم انتم و زید فاکتبوه بلغت قریش، یعنی هر اختلافی که در هنگام تلاوت قرآن کریم بین قرایی که حضرت عثمان رضی الله عنه امری به جمع نمودن قرآن نموده بودند، با آنها فرمودند که هر اختلافی که بین شما قرار بگیرد در این اختلافتان لغت قریشی ها را اصل قرار داده قرآن را به آن جمع نمایید. و این قرآنی که عین حال در دست ما هست این به یک حرف قرآن است، یعنی این یک حرف از 7 حرف قرآن کریم هست. و دیگر قرائت ها کجا هستند؟ زمانی که حضرت عثمان رضی الله عنه با یک قرآن به هر یک منطقه هایی که در تحت حکمرانی مسلمان ها بود، یک قاری قرآن را روان میکرد که از علم قرائات با خبر باشد و کسی که میخواست که دیگر حرف های قرآن را تعلیم بگیرد اونها را تعلیم بدهد. و در عموم قرآن کریم به یک حرف و اون هم قبیله قریش جمع شده و تا به حال به ما رسیده است. این یک ملخص درباره 7 حرف قرآن است. و اما معنای 7 حرف قرآن چی هست؟ در این مسئله از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما شرح نیامده است و هر آن شرحی که در مسئله 7 حرف قرآن آمده است این یک اجتهاد علما هست که معنای حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرأوا ما تيسر منه، همین حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرح دادند هر کدامش به قدر فهمش. و علماها این قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به 35 قول برده رسانیدند. والله اعلم. خب منظوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حرف چی است و حرف در لغت چی است، تمام این مسائل را امام قرطبی رحمه الله در این باب ذکر می نماید. سر ابتدا حرف در زبان عربی به معنای طرف و جانب آمده است، اما منظور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از 7 حرف قرآن چی است؟ علماها در این مسئله اختلاف زیاد دارند. اهل تفسیر مراد از 7 حرف قرآن را به دیگر معنا میگیرند، اهل علم قرائات 7 حرف قرآن را به دیگر معنا میگیرند، اهل فقه مراد از 7 حرف قرآن را به دیگر معنا میفهمند. یعنی علمای هر یک فن مراد از حرف قرآن در نزد اونها دیگرگونه است. امام قرطبی رحمه الله در ابتدای این باب اول احادیث را میارد که صحت بودنی آنکه قرآن کریم به 7 حرف نازل شده است را میارد. اولین حدیثی که میارد از امام مسلم رحمه الله که راوی این حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز در نزد عادات بنی غفار، یعنی مستنقع گفته جایی را میگن که در آنجا آب جمع می شود، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به آنجا رفته بودند، چی به قصد طهارت باشد چی به قصد اغتسال باشد، که در آنجا حضرت جبریل علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آید و می گوید که ان الله یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف. حضرت جبریل می فرماید که الله عزوجل فرموده است که امتت را قرآن را به یک حرف تلاوت نمایی و بخوانی. و امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آن زمان که اکثریت ها امی بودند و همه نمی توانست که قرائت و کتابت کند، از الله عزوجل تخفیف می پرسد و می گوید که اسأل الله معافاته و مغفرته و این امتی لا تطیق ذلك. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از الله عزوجل عفو و مغفرتش را طلب می کند و می گوید امت من طاقت و توانی آن را ندارند که همگی به یک حرف قرآن را تلاوت نمایند، چون که امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آن زمان همگی قرائت و کتابت نموده نمی توانستند. ثم اتاه الثانیه،
فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. بار دوم حضرت جبریل علیه السلام نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت که الله عزوجل امر کرده است که امتت را قرآن را با 2 حرف تلاوت نمایی. یعنی رخصت داد الله عزوجل که از 1 حرف به 2 حرف تلاوت نمایند. یعنی کمی تخفیف برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله عزوجل نمود. بازم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از الله عزوجل معافات و مغفرت طلب میکند و میگوید امتی من توان این که با 2 حرف قرآن را تلاوت نمایند را نیز ندارد. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. بار سیوم که حضرت جبریل علیه السلام نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید و میگوید که الله عزوجل بازم تخفیف برای امتی تو داد و امر نمود که قرآن را به 3 حرف تلاوت نمایند. بازم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای عالمین رحمت است از الله عزوجل عفو و مغفرت طلب نمود و گفت امتی من توانی این که قرآن را با 3 حرف تلاوت نمایند را نیز ندارد. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. در مرتبه 4 هنگامی که حضرت جبریل علیه السلام نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید و می فرماید که الله عزوجل فرموده است که امتت را قرآن را با 7 حرف تلاوت نمایی. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. با کدام یکی از همان 7 حرف قرائت نمایند قرآن را پس قرائت آنها صحیح و درست است. این یکمین حدیث بود که در صحت بودن آنکه قرآن کریم دارای 7 حرف و یا قرائت هست. و حدیث دیگری که در سنن ترمذی رضی الله عنه آمده است که لقي رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل فقال یا جبریل اینی بعثت الى امة امیه منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جبریل علیه السلام را ملاقات میکند و با جبریل علیه السلام رسول الله میفرماید که اینی بعثت الى امة امیه. من به امت فرستاده شده ام که امتی امی هستند، کسانی که نه خواندن میتونند و نه نوشتن. منهم العجوز، در بین آنها پیرها کلانسالان وجود دارد و شیخ الکبیر و مستفیدها وجود دارد و الغلام و غلامان وجود دارد و الجاریت و زنهایی که غلام هستند وجود دارد و الرجل الذي لا يقرأ كتابا قط و مردانی که اصلا کتاب خوانده نمیتوانند. یعنی این سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانی میگوید که حضرت جبریل هر دفعه که میگفت الله عزوجل به 1 حرف امر نموده است که بخوانی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همین عذرها را ذکر می نمود. فقال لی، یعنی حضرت جبریل علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت یا محمد این القرآن انزل على 7 احرف. ای رسول خدا، الله عزوجل قرآن را به 7 حرف نازل نمود. قال هذا حدیث حسن صحیح، یعنی این حدیث صحیح است. بعد ذکر این حدیث امام قرطبی رحمه الله اختلاف علماها را در مراد به 7 حرفی که قرآن دارد را ذکر می نماید و می گوید وقد اختلف العلماء في المراد بالاحرف 7 على 35 قولا. می فرماید که علماها در مراد از 7 حرف قرآن به 35 قول اختلاف نمودند. یعنی که اختلاف علماها در باره این که 7 حرف قرآن چی معنا را دارد، همه این اختلافات 35 قول می شود. ذکرها ابو حاتم محمد بن حبان البستی. این اقوال را امام ابو حاتم ابن حبان البستی که متولد 270 هجری هست و وفاتشان 354 هجری هستند، این کس عالمی جلیل و مؤرخ و یکی از بزرگان در علم جرح و تعدیل می باشند. همین کس 35 قول اختلاف ذکر کردگی هستند که مراد از 7 حرف قرآن چی هست، علماها چی نظریه دارند. اما امام قرطبی رحمه الله از بین این 35 قول
تنها 5 تایش را میگوید در این کتاب ذکر میکنیم. یکمین قول درباره اینکه 7 حرف چی معنا دارد این است: الاول وهو الذي عليه اكثر اهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو اقبل وتعال وهلم. اکثر اهل علم از امثال سفیان بن عیینه، عالمی مشهور، استاد امام شافعی و امام احمد بن حنبل، و امام طبری و امام طحاوی که صاحب عقیده است و غیر از این علماها، اکثر اهل علم در آن هستند که مراد از 7 احرف، 7 حرف، یعنی 7 معناهای نزدیکی که به الفاظ مختلف گفته می شود است. یعنی قولی که اقبل و تعال و حلم، این 3 لفظی هستند که مختلف هستند از یکدیگر اما معنایشان یک هست، یعنی معنای آمدن را می دهد. منظور از این قول آن است که الفاظ قرآن کریم را که دارای یک معنا باشد می شود که با دیگر الفاظ نزدیک به همین معنا استفاده نمود. به مانند آمدن را می توانیم گفت اقبل، یا اینکه تعال استفاده کنیم، یا اینکه حلم را استفاده کنیم. هر سه این الفاظ یک معنا را دارند، یعنی معنای هر سه این لفظ نزدیک است. همین گونه هر الفاظی که در قرآن کریم معنایش یک است و الفاظ دیگر را نیز استفاده کرده می شود برای همین مقصود و همین معنا را بدهد، پس ما اجازه داریم که استفاده نماییم. با قول و نظر این رأی اول. اما شرح این رأی رو و این نظر رو بیشتر میخوایم بشنویم که چگونه است. امام طحاوی که به این رأی و نظر گفته است میفرماید که و ابین ما ذکر فی ذلك حدیث ابی بکرة قال جاء جبریل الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال اقرأ على حرف. امام طحاوی رحمه الله میگه که برای بیان ساختن این قول ذکر حدیث را می‌آورد که از ابی بکرة رضی الله عنه روایت شده است. قال جاء جبریل الى النبی صلی الله علیه و سلم، جبریل به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. فقال اقرأ على حرف، یعنی قرآن با یک حرف تلاوت نما. با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جبریل علیه السلام گفت. فقال میکائیل استزیده، حضرت میکائیل به حضرت جبرائیل میفرماید که زیاد کن، یعنی یک حرف دیگر را نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعلیم بده که با اون حرف هم قرآن را بخواند. فقال اقرأ على حرفین، یعنی حضرت جبریل علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت با 2 حرف قرآن را تلاوت نما و به امت بفهمان. فقال میکائیل استزیده، با حضرت میکائیل گفت باز هم زیادتر، یعنی یک حرف دیگر را نیز نشانش بده. حضرت میکائیل به حضرت جبرائیل علیه السلام گفت حتی بلغ الى 7 احرف، حتی اینکه به 7 حرفی که قرآن نازل شده است و الله عزوجل اجازه داده است، به 7 حرف حضرت جبرائیل علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعلیم داد که قرآن را تلاوت نماید. فقال اقرأ، یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بخوان. فکل شاف کاف، یعنی به همین 7 حرف به هر کدامش که میخوانی شفا دهنده و کفایتگر است. الا ان تختلط آیه رحمت به آیه عذاب، مگر در آن حالتی که آیتی که برای رحمت مؤمنان نازل شده است و برای اینکه رحمت الله را ذکر میکند همون آیت اختلاط کنی و به آیت عذاب تبدیلش بدهی. یعنی در آیتی که رحمت خدا ذکر شده است و آیتی که رحمت برای مؤمنان ذکر شده است و در همین آیت تو لفظ استفاده میکنی که این آیت رحمت را تبدیل میدهد به آیت عذاب، یا اینکه آیتی که برای عذاب و عقاب کافران استفاده شده است همین آیت کلمه یا لفظ میاری که آیت از عذاب به رحمت خدا تبدیل میدهد. این گونه اجازه دادگی نیست، یعنی خداوند عزوجل این گونه در این امر راضی نیست. على النحو هلم و تعال و اقبل و اذهب و اسرع و عجل، به مانند قول هلم و تعال و اقبل که معنای آمدن را دارد میتوانی از هر سه همین
لفظ کدامش را که خواستی استفاده نمایی در آیتی که اگر معنای آمدن را داشته باشد. یا قولی اذهب واسرع و عجل، یعنی معنای رفتن را میدهد. در هنگام تلاوت قرآن کریم میتوانی از هر سه این لفظ یا الفاظ دیگری که به همین رفتن قریب باشد استفاده نمایید، در حالی که اگر معنای رفتن را بدهد. آیا این قول دلیل دارد؟ بله دلیل دارد. دلیلشون از امام مجاهد از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که میفرماید حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه هنگامی که تلاوت میکرد قرآن کریم سوره حدید آیت 13 چنین میخواند. در قرآن کریم سوره حدید آیت 13 آمده است که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. آیت در وصف حالت منافق زنایی هست که در روز قیامت هنگام عبور از صراط میبینند که مؤمنان با نور از الله عزوجل از صراط گذشته به جنت وارد میشوند. این منافقان در همان زمان میگویند که به کسانی که ایمان آورده اند انظرونا، یعنی انتظار شوید تا اینکه ما نیز از نوری که الله عزوجل به شما داده است به ما نیز برسد. کلمه انظرونا یعنی انتظار شوید. همین در جای کلمه انظرونا ابی ابن کعب رضی الله عنه کلمه امهلونا را نیز استفاده نمودند و گفتند للذین آمنوا امهلونا، یا اینکه کلمه اخرونا للذین آمنوا اخرونا، یا اینکه کلمه ارقبونا یعنی للذین آمنوا ارقبونا، این کلمات را استفاده نمودند. یعنی کلمه امهلونا، اخرونا، ارقبونا، انظرونا همه اینها یک معنا دارد، معنای انتظار شدن را دارد. و ابی ابن کعب رضی الله عنه همین گونه استفاده میکرد. و به همین اسناد از ابی ابن کعب رضی الله عنه آمده است که حضرت ابی ابن کعب آیه 20 سوره بقره را نیز که الله عزوجل میفرماید کلما اضاء لهم مشوا فیه، حضرت ابی ابن کعب در جای مشوا فیه الفاظ مروا فیه، سعوا فیه را استفاده نموده اند. و اینجا سوال به جا میآید که آیا تمام قرآن را اجازه دارد انسان که از 7 حرفی که وارد شده است استفاده نماید، یا اینکه جزء معین و کلمات و الفاظ معینی هست که در همان حالت انسان میتواند از 7 حرفی که قرآن نازل شده است استفاده نماید؟ در صحیح بخاری و امام مسلم رضی الله عنهم اجمعین آمده است که امام الزهری عالم جلیل و مشهور شاگرد انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که متوفی سال 124 یا 123 هجری گفتند، در خصوص این سوال چنین میگوید که انما هذه الاحرف فی الامر الواحد لیس یختلف فی الحلال ولا حرام. این احرف را در زمان انسان استفاده میبرد که یک امر معین هست، نه اینکه امر باشد که در آن حلال و حرام ذکر شده باشد. یعنی اوامر الله عزوجل یک است و حلال الله عزوجل یک است و حرام الله عزوجل یک است، هیچ تغییری در آن وجود ندارد. اما این احرف را در جای استفاده میبرد که در آن نه ذکر حلال شدگی است نه ذکر حرام. و امام طحاوی رحمه الله میگوید که انما كانت السبعه للناس في الحروف لعجزهم عن اخذ القرآن على غیر لغاتهم. امام طحاوی رحمه الله سبب و علتی که 7 حرف در قرآن کریم نازل شده است را بیان می‌سازد که به خاطر آن است که مردم عاجز بودند در آن زمان که از لغت خود گذشته به لغت دیگر قبیله، یعنی به لغت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بازگردند و قرآن را تلاوت نمایند، چون که اکثر اونها امی بودند، نه نوشته میتونستند نه خوانده میتونستند. الا قلیل منهم، یعنی مگر عده اندک از آنها میتوانست که بخواند و بنویسد. فلما كان يشق على كل ذي لغة ان يتحول الى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم يتهيأ له الا بمشقة عظيمة. یعنی وقتی که برای هر یک فرد دشوار و مشقت آور بود که به لغت دیگر قبیله بگذارد، فوسع لهم في اختلاف الالفاظ اذا كان المعنى متفقا.
برای آنها آسانی داده شد که از الفاظی که مختلف است و اما معنای متفق را دارد، یعنی معنی را دارد، استفاده نمایند. فکانوا كذلك حتی کثر منهم من یکتب. همین گونه در همین حالت قرار گرفتند تا آن دمی را که از آنها آدمان پیدا شد که نوشتن و کتابت را دیگر یاد گرفته بودند و می توانستند تعلیم بدهند. و عادت لغاتهم الى لسان رسول الله صلی الله علیه و سلم فقرأوا، یعنی لغت‌هایشان را با زبانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن را تلاوت می‌نمود که زبان قریشی هست، به همان درست نموده و قرآن را تلاوت نمودند. بذلك على تحفظ الفاظه فلم يسعهم حينئذ ان يقرأوا بخلافها، یعنی به همون زبانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن را تلاوت نمود به همون زبان همشون بازگشتند و برای اونها اجازه داده نشد که بغیر از الفاظی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن را تلاوت میکند تلاوت نمایند. و امام ابن عبدالبر، یکی از فقهای مالکی و مؤرخ و محدث بزرگ، میفرماید که فبان بهذا ان تلك 7 الاحرف انما كان في وقت خاص، یعنی اجازه تلاوت نمودن قرآن کریم به 7 حرف در زمان معین و وقت معین بود که ضرورت چنین امر را طلب می نمود. ثم ارتفعت تلك الضروره، این ضرورتی که پیدا شده بود از بین رفت. فارتفع حکم هذه 7 الاحرف، و خواندن به 7 حرف حکمش نیز برداشته می شود، چون که دیگر کسی اجازه ندارد به 7 حرف تلاوت نماید. و عاد ما یقرأ به القرآن الى حرف واحد، و قرائت قرآن کریم به 1 حرف بازگشت و دیگر کسی اجازه ندارد با دیگر حروفی که قرآن کریم در زمان معین و وقت خاصی که ضرورت پیدا شده بود برای تلاوت نمودنش، هیچ کس چنین حق ندارد که دیگر با آن 7 حرف بازگردد. و روایت دیگری از ابو داود آمده است که عن ابی قال، یعنی حضرت ابی رضی الله عنه گفت: قال لي رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ابی اینی اقرأت القرآن. ای ابی، حضرت جبریل مرا قرآن را تلاوت نمود و خواند. فقیل لی علی حرف، یا رسول الله به 1 حرف تو را نشان داد او حرفین یا 2 حرف؟ فقال الملك الذي معي قل على حرفین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که ملائکه‌ای که در بر من بود به من گفت بگو به 2 حرف. قلت على حرفین، حضرت رسول الله جواب گردانید که به ابی که به 2 حرف. فقیل لی على حرفین او 3. ابی بن کعب رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که به 2 حرف یا 3 حرف؟ فقال الملك الذي معي قل على 3. ملائکه‌ای که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود گفت بگو به 3 حرف. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفت قلت على 3، گفتم به 3 حرف. حتی بلغ 7 احرف، یعنی همین گونه حضرت ابی رسول الله صلی الله علیه و سلم را میپرسید و رسول الله جواب میگردانید، حتی اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت مرا به 7 حرف قرآن را خوانانید. ثم قال ليس منها الا شاف کاف. سپس جبریل علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت هر یک کدام از این حرف ها شفایت دهنده و کفایتگر است. این قلت سمیعا علیما عزیزا حکیما، یعنی اگر بگویی که سمیعا علیما در جای عزیزا حکیما اشکالی ندارد. ما لم تختلط آیت عذاب برحمت او آیت رحمت بعذاب، مگر در همون آیتایی که آیت عذاب باشد تو تبدیلش بدهی به رحمت، یا اینکه آیت رحمت باشد اختلاط کنی و تبدیل بدهی به آیت عذاب. در این حالت درست نیست این گونه تلاوت. قال القاضي ابن الطيب، امام قاضی ابن طیب که معروف به ابن باقلانی رحمه الله است، متوفی سال 403 هجری، میگوید اگر ثابت شود روایت ابی ابن کعب که رسول الله صلی الله علیه و سلم را میپرسید که قرآن را با چند حرف تعلیم گرفته است، و در اجازه ای که حضرت جبریل علیه السلام داده است که گفته است اگر سمیعا علیم را عزیزا حکیم بگویی صفات الله عز و جل را، یا اینکه کلماتی که
معنایش یک است و الفاظ قریب به آن را استفاده نمایی. اگر همین روایت صحیح و درست باشد، حمل على ان هذا كان مطلقا، یعنی این امر و این حکم در ابتدا مطلق بود، یعنی اجازه داده شده بود. ثم نسخه، اما بعد از اونی که اکثریت ها تعلیم قرآن گرفتن، این حکم از بین برده شد. فلا يجوز للناس ان يبدلوا اسما لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه او يخالف. یعنی مردم اجازه ندارند که نام الله عزوجل را تغییر بدهند در کدام موضعی که نباشد، چی معنای این کلام موافق با صفات الله عزوجل باشد، چی مخالف باشد. یعنی هر کس همان گونه ای که قرآن کریم نازل شده است همان گونه باید تلاوت نمایند و حکمی که در ابتدای امر بود را از بین برداشته شده حساب شد و کسی حق ندارد چنین نماید. این قول یکم درباره مفهوم 7 حرف قرآن کریم است. از 35 قولی که علماها در معنای 7 حرف قرآن کریم گفته اند. هنوز 4 قول علماها در مراد از 7 حرف قرآن کریم ذکر نکردیم. قول دومی که درباره معنای 7 حرف قرآن کریم آمده است این است: القول الثاني قال قوم هي 7 لغات في القرآن على لغات العرب. مراد و منظور از 7 حرف قرآن کریم این 7 لغت از لغت عرب ها هست که قرآن کریم شامل این لغات می باشد، یعنی لغت یمنی ها، نیزاری ها. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم از هیچ یک از این لغات جاهل نبودند، بلکه همه اونها را دارا بودند و الله عزوجل تعلیمشان داده بود. و کان قد اوتی جوامع الکلم وليس معناه ان يكون في الحرف الواحد 7 اوجه. یعنی معنای 7 احرف اون را ندارد که در یک لغت عرب 7 معنا باشد، 7 وجه باشد. ولكن هذه اللغات ال7 متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل. ولكن معنای این 7 حرف قرآن به قول و نظر این قوم آن است که 7 لغت عرب هایی که در قرآن کریم تقسیم شده است. یعنی قرآن کریم دارای لغت قریش است، دارای لغت هذیل است و بعضش به لغت حوازان است و بعضی دیگرش به لغت یمن است. و دلیل اینها آن است که امام خطابی رحمه الله می‌فرماید: على ان في القرآن ما قد قرئ ب7 اوجه وهو قوله وعبد الطاغوت. یعنی در قرآن کریم آیت های هست که بغیر از لغت قریش که نازل شده است وجود دارد. و مثال او عبد الطاغوتی، کلمه طاغوت را قریشی ها استفاده نمی کردن. یا قول الله عزوجل که ارسله معنا غدا یرتع و یلعب. یعنی این بعد دیگر لغت آمده است، بغیر لغت قریش آمده است. و ذکر وجوها كأنه يذهب الى ان بعضه انزل على 7 احرف لا كله. و امام خطابی بعضی از وجه های دیگر را ذکر می نماید که قرآن کریم بعضیش بغیر لغت قریشی ها نازل شده است، نه همه اش. و خلاصه این قول، این نظریه دوم این می شود که قرآن کریم به 7 لغت از لغت های عرب نازل شده است. و حدیث آمده است از ابن شهاب از انس رضی الله عنه ان عثمان قال لهم حين امرهم ان يكتبوا المصاحف ما اختلفتم انتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فانه نزل بلغتهم. یعنی دلیل این قول حدیث انس بن مالک رضی الله عنه است که حضرت عثمان رضی الله عنه هنگامی که امر به کتابت نمودن قرآن کریم در یک مصحف شدند، فرمودند در صحابگان که هنگامی که اختلاف نمودید در آیت پس به لغت قریشی ها بنویسیدش، فانه نزل بلغتهم، چون که قرآن کریم به لغت قریشی ها نازل شده است. این روایت در صحیح بخاری آمده است. و امام قاضی ابن طیب
رضی الله عنه میگوید که معنای قولی حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فانه نزل بلغت قریش، یعنی قرآن کریم نازل شده است به لغت قریش، مقصودش و منظورش اکثر قرآن هست، نه همه قرآن. ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغت قریش فقط، و هیچ دلیل وجود ندارد که قرآن کریم همه اش به لغت قریش نازل شده باشد، اذ فیه کلمات و حروف هی خلاف لغت قریش، یعنی در قرآن کریم کلمات وجود دارد و حرفای وجود دارد که به خلاف لغت قریشی ها هست. وقد قال الله تعالی انا جعلناه قرآنا عربیا ولم یقل قریشیا. و دلیل دیگر هم این است که الله عزوجل فرموده است ما قرآن عربی قرار دادیم و نگفته است که قرآنی که قریشی هست. و هذا يدل على انه منزل بجميع لسان العرب وليس لاحد ان يقول انه اراد قریشیا من العرب دون غیرها. و این هم آیت قرآن کریم دلالت است که قرآن کریم به تمام لغاتی که عرب داشت را در بر دارد. وليس لاحد، و بر کسی حق دادگی نیست که قرآن کریم تنها به زبان قریشی نازل شده است و به دیگر زبان ها نازل شدگی نیست. لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا، چونکه نام عرب تمام این قبایلی که دارای زبان عربی بودند در بر میگیرد و هرگز یکی را از دیگری جدا نکرده است. و امام ابن عبدالبر رضی الله عنه میگوید قول من قال ان القرآن نزل بلغت قریش معناه عندي في الاغلب والله اعلم، یعنی کسی که بگوید قرآن کریم به لغت قریشی ها نازل شده است منظورش اغلب قرآن است در نزد ابن عبدالبر، و میگوید والله اعلم. لأن غير لغة قريش موجودة في الصحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها وقريش لا تهمز، چونکه غیر لغت قریش وجود دارد در قرائات صحیحی که ما داریم از خواندن حمزه در کلماتی که دارای حمزه هست، و قریشی ها هرگز حمزه را نمیخوانند، یعنی کلماتی که دارای حمزه است قریشی ها حمزه را تلفظ نمی کنند. قال ابن عطية معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القرآن على 7 أحرف أي فيه عبارة 7 قبائل بلغت جملتها نزل القرآن. و امام ابن عطیه رحمه الله قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که قرآن به 7 حرف نازل شده است را میفهماند که قرآن عباره از لغت‌های 7 قبیله است. به تمام لغت این 7 قبیله قرآن کریم نازل شده است. در جای قرآن کریم جایی هست که قرآن کریم برای تعبیر نمودن معنا از لغت قریش استفاده میکند و در جای دیگری به عباره از قبیله هذیل استفاده می نماید بحسب الافصح والاوجز فی اللفظ، یعنی به حسب کدام لفظ از قبیله های عرب فصیح تر است و کوتاه و پرمعنا هست از لغات همان قبیله استفاده نموده و تعبیر می نماید. الا ترى ان فطر معناه عند غير قريش، يعني قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والارض، کلمه فطر در نزد غیر قریشی ها هست، چون که قریشی ها نمیدونند معنای فطره چی هست. فطره به معنای ابتداء، یعنی که شروع نموده است. در قرآن کریم کلمه فطره الحمدلله فاطر السماوات والارض آمده است و حضرت عبدالله ابن عباس معنای فطره را نمیدونست. حتی اختصم الیه اعرابیان فی بئر فقال احدهما انا فطرتها، قال ابن عباس ففهمت حينئذ موقع قوله تعالى فاطر السماوات والارض. حضرت عبدالله ابن عباس میگوید معنای فاطر السماوات والارض را نمیدونستم تا اینکه 2 اعرابی با یکدیگر اختلاف نمودند در یک چاهی که کنده شده بود. سپس یکی از اعرابی ها به دیگری گفت که انا فطرتها، یعنی من هستم که کسی که چاه را کنده است. ففهمت حينئذ موقع قوله تعالى فاطر السماوات والارض، در همون جا بود که من درک نمودم قول الله عز وجل را که فرموده است فاطر السماوات والارض، یعنی الله عز وجل است که
سماوات و ارض را خلق نموده است و ابتدا نموده است. و این چنین حضرت عبدالله بن عباس می‌فرماید: ما كنت ادري معنى قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها تعال افاتحك ای احاکمک. یعنی معنای قول الله عز وجل که فرموده است ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، فتحه نمیدونست از معناش چی است، تا اینکه دختری زیزن میگفتری انسان به همسر خود میگوید که تعال افاتحک، یعنی که بیا تا اینکه من تو را محاکمه نمایم. و در آنجا بود که معنای فتح را فهمید. یعنی صحابگانی که با زبان قریشی سخن میگفتند در قرآن الفاظ و کلمات دیدند که معنایشان را در نزد قریشی ها وجود نداشت. تمام اینها دلالتگر آن است که قرآن کریم دارای 7 لغت از لغت‌های عربا هست. این چنین حضرت عمر رضی الله عنه نمیدونست معنای او یأخذهم علی تخوف چی معنا دارد، تا اینکه بعد فهمید علی تنقص لهم میشود معنایش، یعنی به خاطر کمبودی هایی که انجام داده اند. و دیگر مثال هایی که در این باره ذکر شده است. تا اینجا 2 معنا از معنای قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که قرآن به 7 حرف نازل شده است را فهمیدیم. قول سومی که درباره معنای قرآن به 7 حرف نازل شده است چی است؟ القول الثالث ان هذه اللغات السبعه انما تكون في مضر قاله قوم. یعنی معنای 7 حرف قرآن این 7 زبانی از عرب ها است که در قبیله مضر وجود دارد. یعنی قبیله مضر قبیله هست که دارای 7 لهجه زبان عرب ها است. به دلیل قول حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نزل القرآن بلغت مضر. یعنی حضرت عثمان رضی الله عنه گفت که قرآن کریم به لغت مضر نازل شده است. چگونه که گفتیم قبیله مضر با 7 لغت یا لهجه قبایل عرب سخن میکردند. و قالوا جائز ان یکون منها لقریش. یعنی قرآن کریم با وجود اینکه اکثریتش به لغت قبیله مضر نازل شده است، اما جایز است که از قبیله قریش نیز در قرآن کریم با آیات و کلمات تعبیر شده باشد. و منها لکنانه، و از قبیله کنانه نیز در قرآن کریم آیات و کلمات تعبیر شده باشد. این چنین از قبیله اسد و حذیل و تمیم و ضبه و قیس و دیگر قبیله‌ای که در عرب قرار داشتند، قرآن کریم با این قبیله ها نیز آیات و کلمات تعبیر نموده باشد. اما اکثریت قرآن، یعنی به این قول سوم، اکثریت قرآن به لغت مضر نازل شدگی است. قالوا هذه قبائل مضر تستوعب 7 لغات على هذه المراتب. یعنی قبیله مضر دارای همین 7 لغت یا اینکه لهجه قبایل دیگر عرب ها هستند. وقد كان ابن مسعود يحب ان يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. حضرت عبدالله ابن مسعود دوست می داشت که کسانی که هنگام جمع قرآن کریم اشتراک داشتند، کسانی بنویسند قرآن کریم که از قبیله مضر باشند. و انکر آخرون ان تكون كلها في مضر. اما اکثریت بر این نظر نیستند که قرآن کریم همه اش به لغت قبیله مضر نازل شده باشد. قالوا في مضر شواذ لا يجوز ان يقرأ القرآن بها. چون که در قبیله مضر بعضی از قرائت های هست که قرائت شاذ میگن، قرائتی که جایز نیست با اون قرائت قرآن را تلاوت نمود، به مانند کشکشه و عنعنه. کشکشه گفته چی را میگن؟ فاما کشکشه تو قیسین، یعنی یک قبیله در مضر هست که کشکشه قیس نام دارد که کشکشه میکنند. یعنی فانهم یجعلون کاف المؤنث شینا، یعنی حرف کاف ضمیری که ضمیر
زن هست همون حرف کاف اونها تبدیل میتین به حرف شین میگوینش، مثل قول الله عزوجل در سوره مریم که قد جعل ربک تحتک سریه، هم ربک تحتک سریه کافای مؤنثه است. همین قبیله قیسی در مضارع وجود داشته، حرف کاف مؤنثه به شین تبدیل میدین و میگوین جعل ربوشی تحتشی سریعا. خیلی خوندن قرائت شاذ است که اصلا جایز نیست به این گونه قرآن تلاوت نمود. و اما عنعنه تمیم، یعنی یک قبیله دیگر در مضارع که تمیم نام دارد، اونها عنعنه میکنند. و در قول الله عزوجل مثلا الله عزوجل فرموده است عسى الله ان یأتی بالفتح، ای یأتی بالفتح، اینها ای یعنی همزه را تبدیل میدهند به عن، بعد میگویند که عسى الله ان یأتی بالفتح. این گونه قرائت شاذ است. و بعضهم یبدل السین تاء، یعنی حرف سین بعضی از این قبیله تمیم حرف سین تبدیل میدهند به ت، میگویند که کلمه الناس میگویند الناتی، یا اینکه کلمه اکیاس اکیاتی گفته میخوانند. قال و هذه اللغات يرغب عن القرآن بها ولا يحفظ عن السلف فيها شيء، یعنی چنین لغات و چنین قرائت ها اصلا قرآن کریم نیاز به اون ندارد و از سلف صالحی که ما تعلیم قرائت و قرآن رو داریم یگان گونه چیز تلاوت آمگی نیست. خلاصه قول سوم همین می شود که یک قومی گفتند که معنای 7 حرف قرآن 7 لغتی هست که در قبیله مضر وجود دارد، ولی جایز است که از لهجات و لغات قبایل دیگر دارا باشد. و اما بعض قوم گفتند که درست نیست که قرآن کریم همش با لهجات و یا اینکه لغات قبایل مضر نازل شده باشد، چون که در قبایل مضر بعضی از شواذهای قرائتی وجود دارد که درست نیست قرآن کریم با اون گونه شواذی که در قرائت است قرآن کریم با اون تلاوت نمود. و اما قول چهارم درباره این که 7 حرف قرآن چی معنا دارد، ما حکاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء، صاحب کتاب الدلائل قاسم بن ثابت سرقسطی و قاضی ابن طیب فرموده اند که تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها 7. هنگامی که اختلافاتی که در قرائتایی که در قرآن کریم وجود دارد را نگاه کردم به 7 اختلاف رسیدم. یعنی منظورش از این که 7 حرف قرآن همین 7 اختلافی هست که در بین قرائت‌های قرآن کریم وجود دارد. این اختلاف‌ها کدام هستند؟ امام قاضی رحمه الله می‌فرماید یکمین اختلاف این است که ما تتغیر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته. یکمین اختلاف همان است که تغییر در حرکت کلمه وجود دارد اما معنا و شکل کلمه تغییر نمی‌یابد. مثال قول الله عزوجل در سوره هود هن اطهر لكم، اطهر لكم بر رفعی که در حرف را وجود دارد و این حرکت تغییر می‌یابد و چنین می‌خوانند که هن اطهر لكم. این قرائت شاذ است، این گونه قرائت خواندن درست نیست، اما همچون مثال ذکر شده است، یعنی که حرکت کلمه تغییر یافت اما معنا و صورت کلمه همان گونه‌ای که هست ایستاده است، ولی با چنین قرائت خواندن قرآن کریم درست نیست. یا اینکه قول الله عزوجل و یضیق صدری در سوره شعراء، همین کلمه و یضیق بر رفع آمده است اما در قرائت 10 قرائتی که هست کلمه و یضیق را به نصب خواندند و یضیق صدری. و چگونه که ذکر نمودیم قرآن کریم تنها به یک قرائت جمع آمده است، ولی در دیگر قرائت ها به نصب، یعنی که و یضیق به فتح آمده است.
و اما دومین اختلافی که در قرائت ها وجود دارد، ما لا تتغیر صورته و یتغیر معناه بالاعراب. صورت و شکل کلمه تغییر داده نمی شود، لکن معنای کلمه هنگام اعراب نمودن تغییر می یابد. مثال قول الله عز وجل ربنا باعد بین اسفارنا. صورت و شکل این آیه به هیئت دعا آمده است، ولکن در هنگامی که به دیگر قرائت ها قرائت شود این معنای خبر را می گیرد و این گونه می شود ربنا باعد، یعنی جمله خبری می شود. و اختلاف دیگری که بین قرائت ها وجود دارد، ما تبقى صورته و یتغیر معناه باختلاف الحروف. شکل کلمه یا اینکه صورت کلمات دیگر نمی شود اما معنایش تغییر می یابد با حرفی که در کلمه تغییر یافته است. مثال قول الله عز وجل ننشزها، همین کلمه ننشزها را در قرائت نافع و ابن کثیر که یکی از 7 قرائت ها هست، ننشزها نخواندن و ننشرها خواندگیان، حرف زال ر خواندگیان. این چونین از اختلافاتی که در بین قرائت ها وجود دارد، این هم آن است که ما تتغیر صورته و یبقى معناه، یعنی صورت و شکل کلمه کاملا تغییر می یابد ولیکن معنایش باقی است. به مثال کالعهن المنفوش در یک قرائت به ابن مسعود رضی الله عنه نسبت دادنش که حضرت ابن عبدالله ابن مسعود می گفت و کالصوف المنفوش، یعنی جای عهنه به صوف تبدیل می داد و هر دو یک معنا را دارد. و بعضی ها ذکر نمودند که این گونه قرائت هم قرائت شاذ است که اجازه نیست قرآن به این گونه تلاوت نمود. و دیگر اختلافی که بین قرائت ها وجود دارد این همون است که ما تتغیر صورته و معنی، هم صورت کلمه تغییر می یابد و هم معنای کلمه. مثال قول الله عز وجل و طلح منضود، همین کلمه طلح و منضود در دیگر قرائت ها و طلع منضود خوانده شده است. کلمه طلح نو طلع خوانده اند. و ذکر میکنند که حضرت علی رضی الله عنه بار در منبر بود و همین آیات را و طلح منضود را و طلع منضود خواندند. بعد یک فرد به حضرت علی رضی الله عنه میگوید که افلا نغیره فی المصحف، یعنی همین کلمه طلح منضود نمیشه که در قرآن تغییرش داده و طلع منضود نویسیم؟ حضرت علی رضی الله عنه گفت قال ما ينبغي للقرآن ان يهاج، یعنی هرگز درست نیست، اجازه نیست که قرآن کریم تغییر بدهیم، یعنی همون مصحفی که حضرت عثمان رضی الله عنه جمع نمود همون را تغییر ندهیم دیگر. و این چونین از اختلافاتی که در بین قرائت ها وجود دارد تقدیم و تأخیر است، یعنی بعضی کلمه مقدم آمده است بعضی کلمه مؤخر. در قرائتی که در نزد ما هست و جاءت سکرة الموت بالحق است، سوره قاف در آیت 19 ده، ولی در دیگر قرائت ها چگونه آمدگی است و جاءت سکرة الحق بالموت، یعنی کلمه حق را کلمه حق مقدم آمد، اول آمد و موت دوم آمد. اما در قرآن کریم که عین حال داریم اول موت ذکر شده است بعد حق ذکر شده است. و این گونه قرائت که میخوانند و جاءت سکرة الحق بالموت و این قرائت شاذ است، به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ابی ابن کعب رضی الله عنهما اجمعین نسبت داده شده است. و این چنین از اختلافاتی که بین قرائت های قرآن وجود دارد، این هم زیاد نمودن کلمه در جمله قرآن کریم، کم نمودن کلمه از جمله قرآن کریم. به سبیل مثال در قول الله عز وجل که 99 نعجه در ما قرآن ده همین گونه آمده است، اما یک قرائت دیگر وجود دارد که به حضرت عبدالله ابن مسعود نسبت داده شده است، این هم زیادت نمودن کلمه انثا در بعد نعجه، 99 نعجه انثا. این گونه قرائت را به حضرت عبدالله ابن مسعود نسبت داده اند. یا اینکه در قول الله عز وجل که و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، در همین آیت کلمات دیگر اضافه شده است که چنین می شود هنگام خواندن و اما الغلام فکان کافرا و کان ابواه مؤمنین، یعنی کلمه کافرا و کان این دو کلمه اضافه هست در
هنگامی تلاوت و این قرائت به حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نسبت دادند. یا اینکه آیت دیگری که الله عزوجل می‌فرماید فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم، در این آیت زیادت کلمه لهن آمده است و هنگام تلاوت چنین میشد فإن الله من بعد اکراههن لهن غفور رحیم. و چنین قرائت به حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما و سعید بن جبیر رضی الله عنهما چی کردند؟ نسبت دادند. یعنی خلاصه قول چهارم درباره معنای 7 حرف قرآن این است که 7 حرف قرآن همان 7 اختلافی که بین قرائات قرآن کریم وجود دارد، از قبیل تقدیم و تأخیر، زیادت و نقصان، تغییر در شکل و معنا، تغییر در شکل و باقی ماندن معنا، یا اینکه تغییر در حرکت کلمه با باقی ماندن معنا و شکل کلمه. همینا معنای 7 حرف قرآن است. 7 اختلاف در قرائات قرآن. و اما قول پنجم درباره 7 حرف قرآن چی معنا را دارد، این همان است که ان المراد بالاحرف السبعه معانی کتاب الله تعالی. مراد از 7 حرف قرآن همان 7 معنایی که قرآن کریم دارایش هست. و هی امر و نهی و وعد و وعید و قصص و مجادله و امثال. این 7 معنای قرآن کدام هایند؟ امرهای قرآن و نهی هایی که در قرآن هست و وعده هایی که در قرآن کریم ذکر شده است و وعید هایی که در قرآن کریم برای ظالمین ذکر شده است و قصه هایی که قرآن کریم دارایش هست و مجادله که در قرآن کریم ذکر شده است و ضرب مثلی که در قرآن کریم هست. و قول پنجم که معنای 7 حرف قرآن چی هست، یعنی همین امر و نهی و وعد و وعید و قصص و مجادله و ضرب مثل هست در قرآن کریم، همین را 7 حرف قرآن نام بردند. اما ابن عطیه رحمه الله میگه این قول ضعیف است و هذا ضعیف لان هذا لا يسمى احرفا، چون که امر و نهی و وعد و وعید و قصه و مجادله و دیگرها را ما حرف گفته نمیتوانیمش، برای که حرف دیگر چیز است و اوامر و نهی الله عزوجل دیگر هست. و ایضا فالاجماع على ان التوسعه لم تقع في التحلیل الحلال. این چنین اجماع اهل امت اسلام بر این هستند که توسعه‌ای که سبوکی‌ای که در ابتدا در احادیث اولی که گذشته، آن سبوکی هایی را که حضرت جبریل علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از نزد الله آورد، لم تقع فی التحلیل الحلال، یعنی این سبوکی ها و این آسانی که حضرت جبریل برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آورده هرگز در حرام گردانیدن حلال نبود و یا اینکه حلال گردانیدن حرام نبود، چون که هر حلال و حرامی که در قرآن کریم هست معین و ثابت است. هرگز کسی اجازه و رخصت آسان گردانیدن در کدام حلال را حرام گردانی و کدام حرام را حلال گردانی را ندارد. ولا فی تغییر شیء من المعانی، این چنین هرگز کسی حق ندارد که کدام معانی از قرآن کریم را تغییر بدهد و سبکی بیارد و معنا را از اصل ریشهش گرفته به دیگر تحلیل ها برده برساند. وقد قيل إن المراد بقوله عليه السلام أنزل القرآن على 7 أحرف القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة. این چنین به یک قول دیگری هم آمده است که مراد از قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن به 7 حرف نازل شده است همین قرائات 7 که وجود دارد، قرائت ابن نافع، ابن کثیر و غیرشان از ائمه 7 قرائت، لانها كلها صحت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که تمام همین قرائت های 7 که عین حال ما تعلیم میگیریم همه اینها صحیح هستند و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما آمده رسیده است. این یک شرح درباره 7 حرف قرآن کریم بود که
امام قرطبی رحمه الله تعالی با ذکر 5 تای قولی مشهور و معروفه که در نزد ائمه مسلمان ها هست ذکر نمود و سپس در اینجا ما باب به اتمام میرسونیم و باب دیگر را شروع میکنیم که این هم درباره جمع قرآن کریم در یک مصحف، در یک کتاب و سببی در دادن دیگر کتابت هایی که از قرآن کریم در نزد صحابگان یا اینکه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بود و این چنین ذکری صحابگانی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حفظ قرآن نموده بودند کیها بودند در این باب خواهیم سخن گفت. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.